سلام به همگی. امروز میخوایم راجع به یه موضوع مهم حرف بزنیم. چطوری پارتنرم و عاشق خودم نگه دارم؟ بعضیا فکر میکنن عشق یه جور معجزه است یا فقط توی فیلم ها اتفاق میفته، ولی واقعیت اینه که عشق مثل یه گیاهه. اگه بهش رسیدگی نکنی پژمرده میشه. پس بیاید با هم 4 کار مهم رو در این رابطه با جزئیات بررسی کنیم. اولی، ارتباط مؤثر. نه فقط حرف زدن بلکه گوش دادن. ببین، خیلی از ما موقعی که پارتنرمون حرف میزنه داریم توی ذهنمون جوابمون رو آماده میکنیم. انگار داریم مسابقه مناظره میدیم، ولی رابطه دادگاه نیست. گاهی باید ساکت بمونی و واقعا گوش بدی، حتی اگه مخالف باشی. سعی کنیم تمرکزمون رو به جای اینکه روی خودمون بذاریم، حواسمون به پارتنرمون باشه. یادت باشه، آدما بیشتر از حل شدن مشکلشون میخوان دیده بشن، میخوان شنیده بشن. پس خیلی وقتا یه درکت میکنم عزیزم ساده واقعا معجزه میکنه. دومین موضوع، چسب رابطه. بعضیا فکر میکنن اگر پارتنرشون همیشه کنارشونه پس لزومی نداره تشکر کنن. این واقعا اشتباه محضه. آدما مثل گلدون آب ندیده میمیرن اگر تحسین نشن. یه حرف کوچیک، یه تشکر ساده. مثلا امروز که آشپزی کردی خیلی دوست داشتم عزیزم، ممنونتم. یا اگر حمایت تو نبود من این پروژه رو هیچ وقت تمومش نمی کردم. تو باعث شدی استعداد من شکوفا بشه. خودت تصور کن اینا رو از زبون کسی که دوستش داری بشنوی. چقدر لذت بخشه؟ دوستان، قدردانی رایگانه اما تأثیرش میلیون دلاریه. حتی یه دوست دارم صمیمانه و ساده تو یه روز معمولی میتونه مثل یه شارژر عاطفی عمل بکنه. مسئله سوم، احترام و اعتماد. رابطه بدون اعتماد مثل ماشین بدون بنزین میمونه. ممکنه با هل دادن یه مسیری رو بری، ولی خیلی زود خسته میشی. حتما سر قولتون بمونید. قول الکی به همدیگه ندید. مثلا ساده بخوام مثال بزنم، وقتی قول دادی جمعه بری بیرون با عشقت، حتی بارون هم بیاد انجامش بده. احترام گذاشتن یعنی بدونی اون یه فرد مستقله، نه یه ملک شخصی تو. حتی اگه 20 سال با هم زندگی کرده باشین. مورد چهارم و مهمترین مورد، رشد مشترکه. اگه توی یه رابطه 10 ساله هنوز دارین راجع به همون موضوعات تکراری حرف میزنین و هیچ چیز جدیدی یاد نگرفتین، یعنی دارین توی گورستان عشق قدم میزنین. از تجربه های جدید نترسین. حتی اگه اون تجربه امتحان کردن یه رستوران جدید در کنار عشقتون یا همسرتون باشه. همیشه چیزای جدید یاد بگیرین، حتی کوچیک. رابطه سالم مثل بازی 2 نفره است که همیشه مرحله جدید داره.
اگه رشد نکنین حوصلتون سر میره و همه چی یک نواخت و تکراری میشه. مشکلی که خیلی از خانواده ها الان درگیرشن. زندگی تو مختص توه. قرار نیست با کسی مقایسه کنی. پس همون جوری که دوست داری بسازش و ازش لذت ببر. آخرین حرفم با شما عزیزان هم اینه. عشق یه فعل همیشه است، نه یک احساس موقتی. امیدوارم در کنار عشقتون بهترین لحظات رو تجربه کنین و دعا کنین همه این حس قشنگ رو تجربه کنن. ممنونم که تا اینجا کنار من بودین. با بودن شما و وجود گرم شما ما بیشتر اشتیاق پیدا میکنیم تا همراه شما عزیزان باشیم و در مورد موضوعات بیشتری با شما صحبت کنیم.